به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو همراه شما عزیزان. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 28 آگوست. роҳи тӯлониро тай намуд, аммо ночор дар дохили такси таваллуд кард. наздикони зан мегӯянд посбони зоишгоҳ онҳоро роҳ надод. посбон рад мекунад. на дурӯғ мегӯяд. бисмиллоҳи раҳмонирраҳим нагуфтам ки як сум дурӯғ мегӯяд. дар арафаи рӯзи истиқлоли ӯзбекистон бо фармони президенти ин кишвар Шавкат Мирзиёев 113 маҳбус афв шуданд. дар байни онҳо чандин симои шинохтаи сиёсиву динӣ ҳам шомил буданд. ва ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯяд барои интиқоли баъзе тоҷикони маҷрӯҳ ба ватан аз Русия ҳавопаймои махсус лозим аст. реаниматолог дар кор аст ки ин ҷавона мо ба Тоҷикистон мунтақил кунем ва маблағи бисёр калон лозим мешавад. як зани сокини ноҳияи Муъминобод рӯзи 27 август маҷбур шудааст дар дохили мошин фарзандашро ба дунё орад. бо вуҷуди он ки пайвандони ин зан 20 километр роҳро тай кардаву ӯро то таваллудхонаи шаҳри Кӯлоб оварданд, вале дарбон ба зудӣ барояшон иҷозаи дохил шуданро надодааст. сокинони маҳаллӣ мегӯянд на дар дохил, балки дар назди дари беморхона таваллуд кардани занон дар ин минтақа дар гузаштани ҷой доштааст. чаро посбони таваллудхонаи Кӯлоб монеъи вуруд ба беморхона мешавад? маҳмуҷон раҳматзода ҷонибҳоро пурсид ва ҳоло идомаи қиссаро бо ҳам мебинем. сабаби ҷанҷоли ин ду мард ба беморхона саривақт иҷозаи вуруд надодани мошин аст. мошине ки келини Сафаралӣ Нозимовро аз ноҳияи Муъминобод барои таваллуд ба Кӯлоб оварда буд. ин ҳодиса соатҳои 14 рӯзи 27 август рух додааст. اومدیم همین شهروند قلاور دارن اینجا میگم ممکن نیست نرا میگن من میگم اکا بیس میگه سومته یک سومته میگه این را در کلین تولید کردیم جا رفتم دکتر التماس کردم اکا این آیت 5 10 15 مینوت زیادیستم اما خدم در رو کم تلاش کردم تا آنه که در رو کشودند دلنوزه رشیدجان کلینی سفرعلی در داخل تاکسی تولد کرده است. نازیموف باور دارد که اگر در درآمدگاه تأخیر نمیشد کلینی او در شرایط مناسبی بهداشتی تولد میکرد. پاسبانی درآمدگاه میگوید از رهبریت دستور گرفته بود که ماشین های بیگانه را وارد نسازد، ولی قضیه دیروزه را دیگرگونه شهر داد. نمیگه که من کسلی دارم برای رودم همینجا دشمن کرده. دشمن کرد خیلی بیوه تفاهم گفتم مجبوره. انا گل میگه که تمرای تای گفتی. ما پاسبان ما باید بپرسیم که تو شو میره چی دوری کسلی داری. او نگفت که من کسلی بسیار رودم دارم. پولش قطعی چی؟ یک سوم بته میگه؟ نه دروغ میگه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که یک سوم بته. دروغ میگه ایش گفشه. ساکنان منطقه کلاب میگویند تولد این زن در بیرون درآمدگاه حادثه یگانه نیست. قبلا هم در داخل ماشین یک زن تولد کرده است. سبب پیشینه رو هم تأخیر در اجازه ورود دانستند. خبرنگاران محلی در نشست اخیر مطبوعاتی از سرداری ریاست تندرستی این سوال را کرده بودند. مسئولان میگویند در چنین حالت ساکنان به آنها شکایت نمیکنند. شهردار کلاب هم در نشست خبری ماه ایول گفت که بیمارستان ها را گشت و گذار کرد، ولی به او اجازت نمیدادند که وارد بیمارستان شود. گردی بانی سفر گشتم ندرو تو چی ندرو کسری دو درون نمیده تاچ کرو بکنم. ساکنان میگوید که با وجود این همه تا حال مناسبت در تولدخانه منطقوی و واردشوی آن دیگر نشده است. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. روز گذشته پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با مناسبت 29مین سالگرد استقلال کشورش فرمان عفو 113 محبوس را امضا کرد. نزدیکان و وکیلان دفاع محبوسان گفتند که نمایندگان ریاست زندان‌های ازبکستان آنها را از امضای قانون عفو و آزاد شدن پیوندانشان 26 август آگاه کردند. قبل از شروع برنامه من از همکارم سیروجدین اسلام پرسیدم کیها بر روی خط عفوشده‌ها داخل شدند. در مجموع 113 نفر محکوم از منزل‌های گویم که از محبس ها آزاد شدند و بین آنها 4 نفر محکوم سیاسی و دینی بودند. از جمله روح‌الدین فخرالدین 53 ساله که 2006 سال در قزاقستان در قلمرو قزاقستان در ولایت چیمکن بازداشت شده بود و با سالهای طولانی محکوم شده بود. او را رهبری وهابیان و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان
میگفتند. ولی اقربای آنها همیشه میگفتند که روح‌الدین فخرالدین یک امام برجسته ازبکستان بود و ربط به وهابیت و حرکت اسلامی ازبکستان نداشت. دومین نفر معروفی که از محبس دیروز آزاد شد پس از 20 سال این اسکندر ارکینزاده است که سال 2000 به حکم اعدام محکوم شده بود از طرف دادستانی ازبکستان و بعداً پس از فشارهای طولانی سازمان‌های بین‌المللی این حکم اعدام به 25 سال تغییر دادند و دیروز پس از 20 سال آزاد شد. سازمان‌های حامی حقوق بشر می‌گفتند در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در محبس‌ها بیش از 7000 زندانیان سیاسی و دینی نگاه داشته می‌شدند. آیا درباره تقدیر آنها معلوماتی هست؟ با گفته هیومن رایتس واچ بیش از 7000 محکومان سیاسی و دینی بود در ازبکستان در زمان اسلام کریموف و پس از مرگ او سال 2016 هم سر قدرت شوکت میرزیویف آمد و تدریجاً آنها را آزاد کرد. اکثر آنها البته آزاد شدند و بعضی هاشون خب از محبس‌های سنگین به محبس‌های آزاد فرستاده شدند و این جریان هنوز ادامه دارد. شوکت میرزیویف گفته بود که این جریان طولانی می شود و با فرمان او 2-3 سال پیش 16000 متدین که در روی خط سیاه بود از روی خط سیاه امنیتی ها و پلیس بیرون برآورده شدند و به گفته سازمان های بین‌المللی این جریان ادامه دارد و آنها میخواهند که شوکت میرزیویف قاطعانه جریانی که یک چند سال قبل شروع کرده بود ادامه بدهد و باوری دارند که شوکت میرزیویف موفق می شود در این کاری که خودش آغاز کرده بود. سیروجین اسلام بود همکار ما که در برای فرمان عفوی پرزیدنت ازبکستان توضیح داد. تاجیکستان نیز 9 سپتامبر جشن استقلال دارد. اگر بخشیده به این سنه مقامات تاجیک اقدام‌های را روی دست بگیرند حتما شما را بینندگان عزیز خبردار خواهیم کرد. اما تا آن دم بعد یک آگاهی در برای مهاجران مجروح تاجیک در مسکو برایتان نقل میکنیم. با ما بمانید. پیش از 2 ماه این جانب سفارت تاجیکستان در روسیه طریق پروازهای چارتری در مد اول بیماران و افراد نیازمند را به تاجیکستان میفرستد. اما حامی حقوق مهاجران عزت امان اخیراً از یک بیمارستان در شهر مسکو دیدن کرد که در آنجا 2 مهاجر تاجیک در حالت وزنین بستری شدند. ظاهراً مشکل انتقال این دو جوان به تاجیکستان تنها با دریافت بلیط به این پروازهای چارتری حل نمی شود، بلکه طور عزت امان میگوید برای این کار مبلغ زیاد لازم است. من از این حامی حقوق شناخته خواهش کردم که درباره نیازمندی های مهاجران معلومات بیشتر بدهد. قایدی قضیه 2 جوان مجروح تاجیک شهروندان تاجیکستان که الان در بیمارستان 36 در شعبه احیاگری قرار دارند، همین را گفته میتوانم که یکی از این جوانان که باهوش است میبیند ولی خب حرکت کردن نمیتواند، 1 ماه قبل از طبقه 5 سرازیر گشته مجروح گشته است و اینک 1 ماه می شود که در شعبه احیاگری قرار دارد. و دیروز ما با رئیس مدیر شعبه احیاگری صحبت کردیم، ایرین علیانیدونا، شون به ما گفتن که این جوان باید که به تاجیکستان منتقل شود. ولی انتقال این جوان به تاجیکستان در این حالت بسیار کار سخت و وزنین است، چون که نیاز به متخصص دارد. یعنی ریانیماتولوگ در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار کلان لازم می شود. و جوان دیوم که شما در نوار میبینید در یک کارگاهی سیمنبراری کار و فعالیت میکرده است در شینمنتج، اون جایی که چرخهای ماشینا ترمیم میشوند. روزی یکشنبه هفته گذشته نمیدونن، هیچ کس نمیدونه در کدام حالت چرخ ماشین ترکیش میبرد. این چرخ ماشین بارکش و الان 1 هفته میشود که در حالت کاما در شعبه احیاگری قرار دارد و می باید
معالجه یابد. یعنی این بسیار مدتی دراز است و نیاز به مبلغ دارد. البته تا جای اطلاع یافتیم مرکز تاجیکان مسکو که شما رهبرش هستید الکی به قدر امکان کوشش دارد به یکی از این جوانان بیمار دستیاری دراز کند، ولی معلوم که چنین نفران نیازمند کمک کم نیستند. احوال آنها در شرایط بسته بودن مرزها و طول یافتن اثرگیری پروازهای دائمی چی می شود؟ این سوال دیگری من از عزت تمام بود. بله، من با قول شما موافقم که مریضی ها خیلی زیادن، نیازمندان خیلی زیادن. مردم بعد از برداشته شدن کرانتین تا حال کار نیافتند. بسیاری ها به جای خواب ماندن، به پول ماندن، نیاز به بازگشت دارند. ولی امیدوارم که ماه سپتامبر کاملا کرانتین برداشته میشد و ریس ها شروع میشوند و این نیازمندان برمیگردند. با سپاس از عزت امان حامی حقوق مهاجران که در روسیه با ما صحبت کرد. وزارت معارف تاجیکستان با نشر یک اعلان دانشجویان کشور را که به دانشگاه اوکراین و بلاروس داخل شدن از پرواز چارتری دوشنبه مینسک خبردار نمود. پرواز 30 آگوست به نقشه گرفته شده است، اما سرنوشت صدها جوان تاجیک باقی مانده که با امید تحصیل در خارج به مکاتب عالی دولت‌های دیگر حجت سپرده بودند بنابر بسته بودن راه‌ها ناروشن باقی میماند. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند سفر آنها را تامین کنند، ولی مسئولین معارف میگویند این کار تنها از آنها وابسته نیست. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در همین باره میگویند. پس از 3 روز درس‌های عبدالجلیل در یکی از دانشگاه‌های روسیه سر می‌شود. نمی‌داند به درسش می‌رسد یا نه. 2 ماه پیش امتحان‌ها رو سپردیم و در دوام 2 هفته جوابش برام پریکاز ما برام یعنی فرمان برآمد که ما گذاشتیم داخل شدیم و دوام همین دو ماه هست که ما انتظاریم که راه‌ها گشوده می‌شوند و ما رو اجازه می‌دهند که ما به روسیه رویم. در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردید. حالا در پیشروی سال نو تحصیل بسته بودن راهها بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های خارجه را غرق اندیشه کرده است. عبدالجلیل یگانه جوان نیست که می‌خواهد داند که امسال در چه شرایط برنامه‌های تعلیمی را از خود می‌کند. یکم سنتر سر میشه لیکن ولی نشد پلات یگان چیلی نیست. یگان خبر نیست ولی یگان خبر شید زنگ بزنیم میگه. نگرانی جوانان در حالی است که وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید در رابطه با این مسئله به چندی از کشورهای خارجه نامه رسمی ارسال نمودند. جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین آمادگی خویش را برای قبول شهروندان جمهوری تاجیکستان دانشجویانی که به مؤسسه‌های عالی جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین داخل شدند و در آنجا تحصیل میکنند آمادگی خویش را برای قبول آنها ابراز نمودند و در اساس این در یک جایگی با وزارت کارهای خارجی و نهادهای وزارت کارهای خارجی در خارج کشور خطسرهای تشکیل کرده می شوند که این خطسرها می توانند دانشجویان ما را به مؤسسه‌های عالی برای تحصیل به مؤسسه‌های عالی جمهوری بلاروس و اوکراین سفربر نمایند. هرچند وزارت معارف راهاندازی تحصیل فاصلوی یا آنلاینی را نیز یکی از راه‌های شرکت در درس‌ها می‌داند، ولی بعضی دانشجویان گفتند با سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن چنین امکان را ندارند. طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان در مجموع شماره دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های خارج کشور حدود 34000 را تشکیل می‌دهد. اکثر دانشجویان تاجیک تحصیل در فدراسیای روسیه و جمهوری چین را برتری می‌دهند. و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته در کشور یک نفر دیگر از کرونا ویروس نو افتیده است. با این شمار رسمی جانباختگان از آخر ماه اپریل تا 27 آگوست به 68 نفر برابر شد. با اطلاع رسمی در شبانه روز گذشته 36 مورد سرایت بیماری همگیر ثبت شده است. شمار عمومی بیماران 8449 نفر است و از این بیش 85% شفا یافتند. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراهی. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من شما را در هفته نو منتظر خواهم بود. استراحت خوب و خاطرمند داشته باشید.